مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایی شارد دست دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، انگیزه است شاید از الله‌های مادر. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز ما. امروز جمع تبریکات شهنان در دهه زیبا مسکن شهر سمرقند، در دهه میرانقل عظیم هستیم. در خانواده عالم جانمک، در خانواده دلبرخاله، در جشن زادروزی دلبرخاله برای تبریکشان آمدیم. از نام فرزندان، شخصا از نام نبیره ها، از نام شاه جهان گلزاده بانو، از نام رادایتی محمد اکا میر جهان، از نام کلیم پاشا آزادایتی تبریک میگویم. این لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شما عزیزان با هم ببینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدران، مادران مهربان، خویش و تبار، نزدیکان، مردم میرانقل عزیز، همه شما را به خانواده عالم جانمک خوش آمدید میگویم. برای امروز جشن زادروزی دلبرخاله را جشن گرفته ایستاده بودیم. خواستم که آنها را تبریک گوییم. البته برای ما لازم هستند عالم جانمک دلبرخاله، برایشان یک قرصک میزنیم، به نظام تکلیف میکنیم. مرحبا مرحبا. سلطانی من چشم و چراغم مادر، تنها دونی مرحبا. گلزای باغم مادر، بعد از خدا تنها امیدم مادر. من با دعایت رو سفیدم مادر، مادر پرستاری دیدم یادی منزلم. دلبرخاله نزدیکتر است. روزی توی بام پدرش میکردم استقبال پدرش که خدای صدا جناب آقا.
دلبرخان زاد روز مبارک. روز تولد رو مبارک باد میگویم. امروز بیرام برایتان مبارک باشد. خانم جناب خانوادانتان پر از علامخیل انسان‌های نزدیک، پر از دوست و یار و نزدیکان باشد. دلبرخان یک تیاب بکنی اندامی که آمده امروز ما شما تبریک کنیم. امروز همین بینید که فدایی خانواده در روز زادروزم در اتاق کاری بودن، در کار بودن و حاضر آمدن ما سورپرایز رو تیار کرده. امروز عالم جناب زنگ زدن و گفتن که جشن زادروزی ینگت شده ایستاده است. همین میرانپور بر رهگذر شب خاندان ما یافته در آ گفتن. ما که زمستان کفته آمدیم خاندانتان. شخصا از نام عالم جناب بعد از آن از نام از دانکش هم مغزش شیرین میگوید. از نام نبیرها، از نام شاه جهان گلزاده و از نام فرزندان عزیزتان ارادایتی، از نام میر جهانکه و از نام محمدکه شما را تبریک میگویم. از نام کلیم پاشا آزادایتی تبریک میگویم. گفتن که پدر مادر ما هستند که ما از هیچ کس کم نیستیم. پدر مادر ما مهنتی حلال کردند، تا حال مهنت کرده ایستادند، ما را صاحب بخت کردند، توی کردند، بخت و کمال ما بینند. دمی پیری و دولت پیری برایشان نصیب کند. علمی خاندان‌های پرفیض برای ما برداشتند. علمی کاشانه‌های زیبا را، خوشبخت‌ترین انسان‌ها را تربیت کردند. هزار رحمت برای داداجانم، برای بیجانم. همیشه صحت سلامت باشند و هیچ وقت درد و غم زندگی را نبینند. سایبان خاندان ما گردند. بیجان من هم خیلی انسان خاکسار و صمیمی هستند که همه روزی زادروزشان باید کار بودند. در روزی زادروزشان ما خواستیم کمی سورپرایز تیار کنیم و همیشه صحت سلامتی هیچ وقت ترک نسازد. ما میگوییم که همیشه در سر ما سایبان باشند. برای مادر عزیزم، برای بهشت خاندان ما رسانید که باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. می‌نهم مهر بیمانند او را سالها پروردم، می‌نهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتم را کردم و نوری سعادت یافتم، خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم. چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. پند او را تا ابد در یاد می‌دارم نگاه، از ضمیر قلب می آید صدای مادرم. امروز دلبرخان عالم جناب فرزندان انسان‌های خوشبخت و انسان‌های بای هستند، چون که در سر پدر دارند، در سر مادر و مهربان دارند. همیشه در سر فرزندان صحت سلامت باشه. امروز زادروز، امروز بیرام برایتان مبارک باشد و البته برای مادر عزیز، برای دلبرخان از نام فرزندان یک گلدسته زیبا را تیار کردند. مهمانان قرصک زنند اگر برای مادر عزیز میسپارند. زادروز مبارک باشد. مرحبا. مبارک باشد. مبارک باشد. البته عالم جناب امروز خاندانتان ما بیرام. مادران همه فرزندان میگویند سرچشمه مهر و محبت پدر نباشد دعاگوی و قبلگاه نیست. پدر شاهستون خاندان است. با چنین نیت ها در اینجا فرزندان کتاب قرآن تیار کردند که خدا خواهد به صف حاجی ها باز زیاد شوند. پدر مادری من هم حاجی بابا و حاجیانه شده در این کاشانه حج حاجیاتی هم گفته برای شما کتاب قرآن را آماده کردن. هر دو تا بگیرید شما یکم. مبارک باشد. مرحبا مرحبا. مبارک باشد. البته در اینجا یک پرتیلت زیبا تیار کردیم. حاضر پیشکش میکنیم یک جای میکشیم در نزد میهمانان این شبه برایتان تحفه های ارزنده و زیبنده مبارک باشد. هر بار همه عکس ها را دیده البته دعای نیک کنید برای فرزندان. پیشش هم آماده کشید. مرحبا. این عنعنه جماعی ماست. رسم های شبها نمایان می شود.
دلبرخونه رسم دیدید می نمیادید رسمی کی باشد رسمی لیلی و مجنون می نمی میمونا دوره های جوانی می خودش هم نشان دهید کلید پاسا مبارک باشد زادروز مبارک همیشه صحت سلامت باشید مانند امروز خورسند باشید ولی جناب امروز از همه پیش یکم خداتان تبریک کردید می 4 قطار شعرش هم خواندید می یک تا پیش مهمانان با تبریک کنیم کنید خیلی خدا بون رشتیت رزقش که یو سالبداران هم دستر فرزندان صاف سلامت گردد مهمانان اومدگی همه رحمت میگم خوش آمدید شما با رحمت شما رحمت از همه کلمه بهترین نگفتید که قروشه پیر شوید دم پیری با یک جای پیر شدن دولتی پیری دیدن برای شما هم نصیب کند امروز البته در اینجا شیرینی زیبا تیار کرده ایم یک جای هر دیتان شیرینی رو میبریم از آن تناول میکنیم بعد از آن امروز بزم زیبا رو دوام میکنیم مرحمت شیرینی رو میداریم میبریم Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый. مرحبا شیرینی رو میبریم کار تیار میکرده دراز کنیم Хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. مبارک باشد زادروز مبارک Только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. عالم جنامک خدا کرد که در این خاندانتان فقط توی باشد نه بیره ها را توی کنید باز یک پسر خورده بوده نه ولی خاندان نشدگی میرجهان از در آمسته مفتم که سنکه استا خودتان هم خیلی حضیل کده میگوید برای دادم برای بیجانم رسانید که منم بیسپه در آمسته خیلی تیز بول کنه ما تیار داماتی با تپه تیار یک تا خودشان برای بیجانم کلین یابند که خودشان برای باشد پربردار مهنتکش آیله‌دار باشد من حواس میکنم برای پدرم برای مادرم آیله خوشبخت هستند الان خیلی خودشان برای کلین یابند توی سر کنن همیشه بعد از انما انگورها پخت که توی آغاز شده خودتان آمدن خدمت کنید گفتم خرسند شدم بگذار خاندانتان فقط توی روزهای خورشیدی شادیانه باشد زادروز مبارک باشد بگویم اکنون نبیره ها شعر تیار کردگی می نمی خیلی نباشد از نام فرزندان میخواستم نیت ها را شنویم ارادایتی مرحمت السلام علیکم خوش آمده همتون امروز درجه بیم سر دوران دادم که خوشا پیش شدم همه وقت سلام ساق سلامت گردن و کامم خونه دار کنن همه همون تینج ساق سلامت گردیم و یک بار سر دوره بی همه وقت خوش خوستم گردیم پشت ما مول از او کشیدم کار کردم توی کردم رحمت کردم بی شما دام رحمت دادن کم چیزی کم نبونده یک بار نگفتم هستی چیزی پرابلمه که بیم دادم خوابه چند میشه مجموع گفته گشته فرسوندم برای همه رحمت دادن شما دام بی شما دام صد دوره هر سال هم خیلی چی نمیلاهیم تو یک بار رحمت شما دام رحمت کردم رحمت با یک بار السلام علیکم همه مهمونا با امروز درجه بیملان بودیم ملامت که خوشا پیر شود الهیم 100 ساله شود 100 سالگی هاشون بهم همه خیلی تبریک کردن دمان نصیب کنن دیگه چی تبریک میکنم دیوتنا الهیم 100 ساله شود رحمت مرحمت داماتی تیاری ما کنیم ببیم نه خودشان مرحمت من این روز در دنیا کی میدارم لاییم ساعت دوی نقش دارم پاچم که دیوشون کشتا خری کنن
باز 7 سال باز 7 درایم وقتی 100 دور مگی با هم که تبریک بابا یکیاشون نشونده کدر من هم خرشی میم همینجا در الهی خدای بیدمان بیدرد کنشه بیغم کنشه پیر شوید کشا پیر شوید یاد یادتون رحمت سری خیلی جوان و زیبا گشتن اینها در سر فرشته خاندان بوده. شنید به حضور شنید بلندگویا که ما میروید پیشتون با مرحبا. الهی بیدرد و بیغم شوید عمره که دراز تیتا درده کرده شفای کامل تیا حضور بچه کاتا بینی روز این گنده نظم دیدگید همین روز شود فقط همه وقت دماغ چاخ کرده گردی مینتکای سیای کردی راحتک شبینی از پشتی کل نکود از پشتی بچه کود حضور حلاوتی همی خونه تا بینی خوشه پیر شبیاره که گرفتگید کتی همه وقت دست کمو روز بده نبینی این روز گندت همی روز شود الهی با همی خیل شینیم عمره که دراز دیتا 120 داده الهی من در بوشه رحمتی کلو رحمت شما هم وقت با سرشون صبح سلامت گردید بس است از مهمانان از مردکان گردید کی کدام از تبریک کنند خواهی من امروز سال زایدش شدگی دخترچه‌ام بوده ما همین نیتامون الهی عمری دراز رزق فراز ده خدا همه وقت اداناشون همین خانداشون کنده نکنه این روزی گنداشون همین خیل شود الهی از سر بگذرم من همین سری فرزنداشون در سر شوند من بچه‌شون نیو کنم همین نیتی ما همین صحب سلامت گردن من چی میخوام؟ من میخوام که همه خانه دا فقط تیجی امانی در سری بالای چاقواشون تیجی امانی باشن و ساق باشن همین گفت اخصایی نمیکنه الهیم همینو 120 درویم ما همراه شدیم مولیم جان در من همین خیلی یک چیز میخواهم که همین وقتی اولش خیلی من این فرزند کلام کدگی دو فرزند دو دختر این از این کار نیست این هم شرایطش پیش کارهای مهنتی های سخت کدگی های بچه من میخوام همین مردکم بینی موقع اینو 70 ساله شود بعد 100 درویو و چوکل با 70 در اومدن من 100 نمی در اومدن گفته من افغان خدک جشته روا به هیچ که اونجا رو حضورش نباشد کسی رو بر کسی کارش نباشد السلام علیکم اپای اوکوها خوهر اکو شامده و درگاه دلبروی کتی اولیمپوچو نورکی دیده توجه کسر دلبروی اولیمپوچو کتی خوشه پیر شو پیری به دولت شو الهیم این روزای گندهاتون هم خیلی گذرم همه وقت دستری فرزندکات ساق باش سلامت باش دعاگوی فرزندکاتون شده همه وقت ساق باشه سلامت باشه صد بدرو به درد و بیغم شد دلبرای خوشه پیر شو کتی روزکای نغزی روزکای نکبین الهیم بلای چقیقاتا کلون کده حضور علاوتی نیوره ایوره چیوریکای بین الهیم الهیم صد دروی روزی گندت همه روز شوی الهیم درست کنید سوزگل تا ندوده سه دهان گفت زنم السلام علیکم مهمونان عزیز من امروز درجه بیجونم است میدونیم صد به درون دادیم که خوش پیر شوند این روزه گندم هم خیشنه هم میخیدم شما ایتون رحمت تقول میرقصه من مرحبا دلبر خورم همراهی مادران در بیره ها خیش و تباران میرقصیم خورسنده میکنیم زاد روز مبارک خدا کنه در همه سالهای نزدیک حجاشی ها اومده از آن روز حاجیانه گفته شما تبریک کردن نصیب کنند مرحبا صورتهای شوق برای شما زاد روز مبارک مرحبا
وقت و دولت başımdaki taç bir alemde yayradım kulaç وقت و دولت başımdaki taç bir alemde yayradım kulaç Paris seviyek yayıp kulaç Dağlarımda oynasın kulaç Paris seviyek yayıp kulaç Dağlarımda oynasın kulaç Bolan devam Bolan sinari Arzuları Farklı samari Bolan devam Bolan sinari Arzuları Farklı samari Yarım yüzdeki Saç dolanı Oynasın kulaç اینک بیننده های عزیز ما در خانواده عالم جانمک مهمان شدیم این لحظه های خورسندی شادیانه رو همراه شما به هم دیدیم و البته در جشن زادروزی دلبرخاله از نام فرزندان از نام نبیره ها تبریک کردیم بگذار سال 2024 سال پربراکت بیاید به خانواده هر یکی ما پر از براکت باشد خود را احتیاط کنید در روزهای خورسندی دیده به دیده رسیم رحمت سلامت باشه روزای نازو بینیم سلامت باشه